برای اولین بار تو تمام پلتفرم‌های مجازی تو کل دنیا کباب کوبیده 40 تیکه. همه ما تو دوران بچگیمون عاشق توپای فوتبالی بودیم که بهش میگفتن توپ فوتبال 40 تیکه. خاطرتون میاد؟ به یاد ایام بچگی امروز میخوام بهتون یاد بدم کباب کوبیده 40 تیکه بزنیم. دوستای گلم، سلام و خوش اومدید به کانال آشپزی خودتون. امروز یه سورپرایز خوب براتون دارم چون خودم خیلی سورپرایز شدم. امروز قراره یه کباب کوبیده خیلی جدید درست بکنیم. خیلی 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 راحت تر از خیلیه. یعنی یه چیزی که حتی اگر آشپزم نباشی برای اولین بارم بخوای بزنی به بهترین شکل ممکن در میاد. از همه مهمتر خیلی مجلسیه، رنگ و خوبی داره. تا آخر ویدیو همراه من باشید. برای غذای امشب من 500 گرم گوشت چرخ کرده مخلوط دارم. چی اما؟ مخلوط گوساله، مخلوط قلبه‌گاه گوسفند، مخلوط دنبه هم توش داره، سنگدور مرغ هم توش داره. چقدر مخلوط شد؟ واقعا مخلوط دیگه. آقا وضع خرابه، قیمت ها بالاست. باید تا میتونیم هزینه ها رو بشکنیم و بیاریم پایین. این 500 گرم مخلوطی از گوشت گوساله و گوسفند و سنگدون و دنبه هستش. یعنی اگه بخوام باتون واقع بین باشم، چرخ کرده است که توی یخچال مونده بود. همه رو جمع کردم، با هم دیگه ترکیب کردم و میخوایم یک کباب کوبیده خوشمزه مجلسی درست بکنیم. برای شروع کار من 2 تا پیاز بزرگ رو برمی‌دارم. توی این روش پخ رنده درشت کنید، آبش رو هم نگیرید. برای 500 گرم یه قاشق چایخوری پر نمک میزنم، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری جوش شیرین. با دست شسته، با دستکش، با هر چیزی که به دلتون میشینه حسابی ورز بدید و کف مالش کنید. هر وقت موقع ورز دادن و یا کفمال کردن دیدید چربی به این صورت روی انگشتتون نشست و یا دور ظرفتون، ورز دادن رو دیگه قطع کنید چون دارید چربی رو ازش خارج میکنید. اگر همچنان ادامه بدید به ورز دادن، چربیش خارج میشه و کبابتون خشک میشه. دوستایی که میگن کبابمون خشک میشه، یکی از دلایلش این قضیه است. خیلی خوب، حالا من دستمو به شما برگردم بقیه کار. مشتبای تمیز روی صفحه کارتون پهن کنید و گوشتتون رو کلا منتقل کنید روی این کیسه‌ای که گذاشتید روی میز کارتون. یه کیسه دیگه بکشید روش به همون اندازه. حالا یه وردنه بردارید و صافش کنید. ضخامت حداقل 1.5 سانتی، خیلی نازکش نکنید. حالا از سمت مخالفش سعی کنید ضخامت به یه اندازه باشه. خیلی خوب. یه سیب زمینی بزرگ من دارم که اینو سر تهش رو میگیرم. شما میتونید از فلفل دلمه رنگی هم استفاده بکنید. من امروز ترجیح همین بود که از سیب زمینی استفاده کنم. اندازه رو دقت میکنید، به این اندازه احتیاج دارید. قطر رو میبینید، این قطر رو میخوایم. حالا اینو برای چی میخوایم؟ این خلال احتیاج داریم ما. حالا این گوشتمون رو با یه سیخ به این شکل خط بندازید. به این شکل. دلیلی که گفتم خیلی نازکش نکنید گوشتا به همین خاطره. مرحله بعد میایم به
مربای کوچیک‌تر تقسیم میکنیم و دوباره با سیخمون خط میندازیم به همین شکل. مشنبه رو بردارید از روش، فعلا بذاریدش کنار. حالا توی این مرحله شما میتونید از فلفل دلمه رنگی هم استفاده کنید. گفتم من امروز ترجیح هم روی سیب زمینی بودش. حالا سیب زمینی ها رو برش میزنید و داخل اینها قرار میدیم. ببینید به این شکل. خیلی خوشگل میشه و خیلی خوشمزه. مطمئنم از این طعم خیلی لذت خواهید برد. حالا دوباره مشنبه قبلی رو دوباره بکشید روش و این بار سر ته مشنبه رو جمع کنید به سمت داخل به این شکل. کنارهاش هم باز به همین شکل. خیلی خوب. حالا همینو حداقل بذارید داخل یخچال تا وقت کاملا خودشو بگیره و سفت بشه. این تایم برای مزه‌دار شدن و برای اینکه پیاز و جوجه شیرین اون کار خودشون رو با گوشت بکنن و خوشمزگی رو اینجوری منتقل کنن داخلش حتما نیازه. حتماش استراحت بدید. دوستانی که میگن کبابمون خوشمزه نشد، نرم نشد، بهش تایم استراحت خوبی رو ندادید. چون کار پیاز و جوجه شیرین نرم کردن بافت گوشتتون هستش. خب میره داخل یخچال 2 ساعت استراحت میکنه و برمیگردیم. این کباب کوبیده 40 تیکه رو که برای اولین بار تو کل تاریخ همه پلتفرم‌های مجازی امروز اینجا آموزش دیدی رو برای پختنش با هم باشیم. بریم برگردیم. خیلی خوب. بعد از اینکه ما گوشتمون کاملا خودش رو گرفت، نمیخوایم فریز بشه، اما اگه خودش رو بگیره کافیه. نیاز داریم به یه دونه از این توری‌ها. بذارش روی توری و برش گردونید. مشنبه هر دو طرف رو جدا میکنیم و میریم برای پخت. دیگه خیلی راحت. این مثل کباب کوبیده نیستش که بخواید هر چند ثانیه اول هی برش گردونید، چون نه میریزه نه بریده میشه. خیلی خوب. خیلی خوب. درش رو ببندید و اینم قفلش. بریم برای پختش. در این کار سس کره زعفران رو درست کنید دوستای بالا، همونجوری آموزش دادم. روی گوشتتون و این میله های توریتون بکشید. این عمل باعث میشه که دیگه به هیچ عنوان بهش نچسبه. خب دوستای گلم، آموزش امروز ما هم به پایان رسید. دوباره سری زدیم به دنیای کباب ها و تنوع های بی اندازه که داره. اگه از این آموزش خوشت اومد، ممنون میشم من به دوستات معرفی بکنی. اگه دلت میخواد از من حقیر حمایت بکنی، لایک و کامنت تو بزرگترین حمایت از منه. دوستت دارم. تا آموزش بعد، خداحافظ.